دعوا مجازی تو گروه سخته، فوش میدی باید صبر کنی یارو آنلاین شه، بعد آنلاین میشه تو آروم شدی. یعنی برای دعوای مجازی هم باید آنلاین باشه هم ناآروم، بعد هم آنلاین میشه هم ناآروم، بسته تموم میشه. بسته میخری شانس بیاری فیلتر نباشه، فیلتر باشه وی پی انت وصل نمیشه، وی پی انت وصل میشه، میبینی طرف نوشته لطفاً احترام خود را نگاه دارید، از شما بعید است. اما بعید است. من یزدی وسط تهران با گوشی چینی وصل شدم به وی پی ان آلمانی که بتونم برم تو برنامه آمریکایی که به همسایه شیرازیم فوش بدم. اما هیچی بعید نیست، یه دور دوران دنیا رو چرخیدم به تو فوش بدم. بعد تو محله ما خیلی واقعی دعوا میکنن، ما ته تهش دو تا همسایه‌ایم، دعوام بشه عربده میزنیم اکبر آقا فلانه فلانت.